سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدید به چنل خودتون. بچه‌ها امروز میخوام یه راهنمای خرید گوشی گیمینگ بهتون بدم مخصوص پابجی و اینا. یا خیلی هم خوب است. از 5 میلیون شروع میشه تا 60 میلیون. بچه‌ها لطفاً قبل از اینکه ویدیو بگم لطفاً لایک کنید، ساب کنید، جهت محبت یه کامنت هم عشق کنید. بریم سراغ ویدیو. خب تو اینجا قیمتی 5 تا 6 میلیون تومان. اینجا ردمی نوت 8 پرو رو داریم. خوبم است. فکر 60 fps بده ببینید، خیلی خوبی هم هست دیگه، استفاده کنید، عشق کنید. 7 تا 8 میلیون تومن. اینجا گزینه های زیادی داریم. یا برید سراغ ردمی C14 که 45 fps رو بهتون میده، یا پوکو X3 پرو سلطان دیگه خودتون میدین چقدر خوبه، 60 fps راحت بهتون میده. یا پوکو X3 GT که اونم خیلی خوبه، من خودم از این گوشی دارم، 60 fps راحت بهتون میده. خب 8 تا 12 میلیون تومن. آیپد مینی 5 رو داریم که خیلی هم خوبه، 60 fps راحت بهتون میده. آره دیگه خیلی خوبه. تو رنج قیمتی 14 تا 16 میلیون تومن آیپد تی اچ 9 داریم، خوبم است، با پوکو X6 پوکو X6 عادی، اونم 60 فریمه، 60 fps. خب 17 تا 19 میلیون تومن و اینجا دیگه بهترین گوشی است که میتونید پیدا کنید تو این رنج قیمتی، پوکو X6 پرو که سلطانه، نگم براتون خیلی خوبه، 90 fps میده. تو آپدیت جدیدم احتمال خیلی زیاد 120 fps رو باز میکنه. خب تو رنج قیمتی 20 تا 23 میلیون تومن اینجا ردمی نوت 13 پرو 5G رو داریم که خیلی خوبه، 120 fps است. یه چی میخواد از این بهتر؟ آدم میره 30 میلیون تومن خرج میکنه، 40 میلیون تومن خرج میکنه، یه گوشی 120 fps فقط با 22 میلیون تومن 120 fps رو میدی، ردمی نوت 13 پرو. خب تو 30 میلیون تومن اینجا می 11 اولترا رو داریم که خیلی خوبه، 90 فریم اجرا میکنه. آیپد پرو 2021 هم داریم که باید دسته دوم بخرید، دسته اولش یکم گرون‌تره فکر کنم. آره و دیگه 50 تا 60 میلیون تومن هم اینجا دیگه پرچم‌دارا وارد میشن. S24 اولترا که خیلی دیگه نگم حرف نداره برای بازی کردن. رادفون 9 پرو داریم که این دوتا عالیه به نظرم. خب بچه اینم بود از راهنمای خرید گوشی گیمینگ و پابجی. اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید، ساب کنید، یه کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.